نگاه کنید حال مهاجرین تاجیک همه باید با دوشنبه روند از سنه 19 18 بعضی از 17 و 18 هم تاجیکوسکی بودن همراه ما وعده کردن که در مدید بیایم обязательно این سمولات میشه شما سمولات سومون ای نه در مدید اومدیم این وعده رو ماده اساس ساکا اساس وعده کرد که مقصد بیایید انشاءالله سمولات میشه در اصل در وعده خودشون نیستودن بعد که ما اینجا آمدیم دو شب و دو روز در اینجا خوبیم هر کس هر خیر خوبه اینجا خطور ما زنکه هم هستن یک کودک 2 ماه هم هست از همین سبب از احترامانه از شما خواهش میکنم حکومت جمهوری تاجیکستان از جناب عالی محترم امامعلی رحمان خواهش میکنم که مداد همین مهاجرات برسن نگاه کنید البته 3 روز شد امروز ما آخرین روزه گفتم پگاه ایرپورت دامادی دوتا کرانتین میشه چی میشه شاید ممکن که ما را اینجا پیش کنم در اصل ما نه جای کار داریم نه جای خواب داریم نه سون داریم که مقصد رویم کارتیامون اولاد نگیریم همه را سپردگی جای کارم نیست کرانتین کردگم نگاه کنیم همگی حدود 250 نفر علاقه شدگم در رادیو آزادی اعلان کردن که ما همه را از فرودگاه ژوکووسکی آوردیم در اصل این دروغ است 95 نفر ما در همین ایرپورت ژوکووسکی بودیم در اینجا وقتی که آمدن همه را بار کردن در سمولات گذارن در رجیستراسیون آدمایی که بلیط داشتن گذاشتن نتونستن 2 روز 3 روز ایستادگی بودن گذاشتن نتونستن در اصل اینجا بلیط فروشی هم شد مردم همه شاهده همه دیدن از همین سبب از شما خواهش میکنم که چاره‌اش را بینید در اینجا مردم در عذابند نگاه کنید 95 نفر 98 نفر فقط از ایرپورت ژوکووسکی دیگرها از سنت پترزبورگ اومدن دیگر شهرها دیگر شهرها اومدن جای خوب نیست سلامت باشه برادرها فضلی سکنه همه فضلی سکنه برادرها بینن حالی مهاجره شاید که اون نفر بدل رسن انشاءالله از حکومت جمهوری تاجیکستان امیدوار هستیم که مدد این مهاجران میرسن انشاءالله